بازگرداندن PLC دلتا به تنظیمات کارخانه یا همون ریست فکتوری. برای این کار از منوی کامیکیشن فرمت PLC مموری رو انتخاب میکنیم که چون PLC من وصل نیست به لپتاپم، ببینید که یه ارور داره. برای اینکه این اتفاق نیفته حتما باید USB PLC حتما باید وصل باشه به سیستمی که شما میخوان با اون این کار رو انجام بدید. پس من دوستان PLC خودم رو دارم کانکت میکنم که کانکت شد. دوباره از گزینه کامیکیشن فرمت PLC رو من انتخاب کنم. یه صفحه باز میکنه که دوتا گزینه رو به من داده. گزینه اول Clear All Program Memory، یعنی برنامه هایی که نوشته شده رو من فرمت میکنم. این خیلی مرسومه و راحت هم هستش. ولی گزینه دوم Reset PLC Memory Factory Setting خیلی مهمه و در صورتی که ما اینو انتخاب کنیم و اجرا کنیم، دوستان حتما در نظر داشته باشید که با اجرای این گزینه دیگه برنامه‌هایی که قبلا نوشته شده رو به هیچ عنوان نمیتونید بازگردانید. به خاطر همین اول مطمئن شید که میخواید اینو ریست فکتوری کنید و کجاهای این به درد میخوره. شما بعضا روی پروژه که قبلا همین CPU یا PLC که دارید استفاده شده و احتمالا نیاز به برنامه‌نویسی دوباره که یه تنظیمات PLC متفاوت باشه، در این صورت این برقرار کردن اعتبار و ارائه کردن برنامه نوشته شده را به شما به هیچ عنوان پس لازمه که PLC به حالت ریست فکتوری بازگردانده شود تا دوباره تنظیم و بشه ازش بهره برد. مثلا من اینو اوکی کنم، از من میپرسه که مطمئنی که شما میخواین اینو ریست فکتوری کنید. اگه یه سو بزنم، من PLC که دارم حتما برمیگردونه به ریست فکتوری و وقتی برگشت به ریست فکتوری حتما دوستان بعد از اینکه این کارو کردید یه بار PLC رو خاموش و روشن کنید. در این صورت PLC برگشته به روز اول خودش و قابل استفاده است برای دوستان عزیز.